آیا باورهای تو درباره پول تو رو محدود میکنن یا آزاد؟ اگه همه ترس‌ها و باورهای منفی مالیت رو رها کنی، چه تغییری ممکنه توی زندگیت رخ بده؟ امروز چه اقدام کوچیکی میتونی انجام بدی تا ذهن و قلبت برای جذب فرصت‌های مالی آماده بشه؟ توی کتاب راز به دست آوردن پول نوشته جو ویتالی همه اینا رو میفهمی. توی این ویدیو خلاصه کامل و دقیق این کتاب با حفظ پیام‌های اصلی و نکات کلیدیش آماده شده. فقط قبل اینکه بریم سراغ خوندن کتاب یادت نره توی کانال روزی یک کتاب عضو بشی، چون کانال پر از خلاصه کتاب‌های معروف جهانه که با دیدن هر کدوم دیگه لازم نیست بری کلی هزینه کنی و صدها صفحه رو مطالعه کنی. فقط با روزانه نیم ساعت گوش دادن به یک کتاب صوتی میتونی به آثار صدها نویسنده مسلط بشی و زندگیتو متحول کنی. کانال یوتیوب روزی یک کتاب. جادوگر پول. پول چیست و چه نقشی در زندگی ما دارد؟ جو ویتالی میگه پول نه دشمن ماست و نه هدف نهایی. پول ابزاریه برای خلق زندگی دلخواه و خدمت به دیگران. افراد موفق با ذهنیت صحیح از پول استفاده میکنن تا زندگی خودشون و اطرافیانشون رو بهبود بدن. خیلی از ما از کودکی باورهای محدود کننده درباره پول داریم. مثلا پول باعث بدبختی میشه. برای ثروتمند شدن باید آدم بدی باشی. من هرگز پول کافی نخواهم داشت. و یا ثروتمندا آدمای بدی هستند. این باورها مثل زنجیر نامرئی جلوی موفقیت ما رو میگیرن. اولین قدم در مسیر ثروت شناخت و اصلاح این باورهاست. ذهنیت ثروتمند در برابر ذهنیت فقیر. جو ویتالی تفاوت دو ذهنیت رو اینطور توضیح میده. ذهنیت فقیر متمرکز بر کمبودها و مشکلاته و دنبال مقصر میگرده. از ریسک میترسه و فرصتها رو رد میکنه، اما ذهنیت ثروتمند فرصتها و منابع اطرافش رو میبینه. مسئولیت کامل زندگی مالی خودش رو به عهده میگیره و با ریسک‌های حساب شده مسیر رشد رو طی میکنه. مثال واقعی، جو ویتالی خودش زمانی توی بحران مالی بود و باور داشت نمیتونه کسب درآمد کنه. اما وقتی ذهنش رو از ترس و باورهای محدود آزاد کرد و روی راه حل‌ها متمرکز کرد، تونست کسب و کار موفق و سودآور خودش رو راه اندازی کنه. این نشون میده تغییر ذهنیت نقطه آغاز ثروت واقعیه. پول و هدف زندگی. پول تنها وسیله است، نه هدف. افراد موفق پول رو وسیله‌ای برای خلق آزادی شخصی، سرمایه‌گذاری در رشد فردی و خدمت به دیگران می‌بینند. پس تمرکز بر چگونه خرج کردن و سرمایه‌گذاری آگاهانه مهمتر از تلاش بی‌وقفه برای فقط کسب پوله. پول به تو آسیبی نمی‌رسونه. اول ذهن و باورات رو اصلاح کن، بعد از پول به عنوان ابزاری برای ساخت زندگی دلخواهت استفاده کن. قوانین جذب پول و مسئولیت کامل. مسئولیت کامل. جو ویتالی میگه برای جذب ثروت و زندگی مالی بهتر باید مسئولیت کامل زندگی خودتو به عهده بگیری. هیچ کس جز خودت مسئول موفقیت یا شکست مالی تو نیست. وقتی این مسئولیت رو میپذیری دیگه منتظر شانس یا دیگران نمیمونی. تصمیم‌ها و اقدامات تو تعیین کننده مسیر مالیت هستند. یک کارآفرین کوچیک که قبل از تغییر ذهنیتش همیشه به مشکلات اقتصادی شکایت میکرد، بعد از پذیرش مسئولیت کامل شروع کرد به یادگیری مهارت‌های فروش و بازاریابی. نتیجه درآمدش طی 1 سال 3 برابر شد. مسئولیت کامل قدرت تغییر رو به تو میده. قانون جذب پول. ویتالی 3 اصل برای جذب پول رو مطرح میکنه. 1. باور مثبت درباره پول. باور داشته باش پول برای تو و در مسیر خدمت به دیگرانه. بنابراین منفی بافی و ترس رو از ثروت کنار بگذار. 2. تمرکز روی یه هدف مشخص. پول به خودی خود هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن تو به هدفته. وقتی هدف روشنی داشته باشی، پول به طور طبیعی به سمت تو میاد.
3. اقدام مداوم و متفکرانه. ثروت با تلاش‌های پراکنده یا تصادفی ایجاد نمیشه. هر روز قدم‌های کوچیک و هوشمندانه بردار. مثال: جویسی، یکی از شاگردای ویتالی، با تغییر باورهای ذهنی و تمرکز روی مهارت خاصش در طراحی وب تونست کسب و کار آنلاین موفقی راه اندازی کنه که درآمدش رو طی 2 سال 4 برابر کرد. ثروت از درون شروع میشه. ثروت واقعی فقط عدد روی حساب بانکی نیست، بلکه ترکیبی از آرامش ذهن، اعتماد به نفس و خلاقیت در زندگیه. کسی که از نظر ذهنی فقیره، حتی اگه ثروت مالی زیادی هم داشته باشه، احساس کمبود میکنه و کسی که ذهنیت ثروتمندی داره، حتی با منابع محدود فرصتهای زیادی رو میسازه. مسئولیت کامل، باور مثبت و اقدام هوشمندانه 3 پایه اصلی جذب پول و ثروت پایدار هستند. مدیریت پول و سرمایه‌گذاری هوشمند. مدیریت پول. جو ویتالی میگه داشتن پول کافی نیست. نحوه مدیریت پوله که ثروت رو پایدار میکنه. بیشتر افراد پول رو خرج میکنن و یا بدون برنامه سرمایه‌گذاری میکنن. مدیریت صحیح پول یعنی پیگیری درآمد و هزینه‌ها. سرمایه‌گذاری هوشمندانه در فرصت‌های واقعی، پس‌انداز منظم حتی به مقدار کم. کانال یوتیوب روزی یک کتاب. یکی از دانش آموخته‌های ویتالی با داشتن درآمد متوسط هر ماه 10% از درآمد خودش رو به سرمایه‌گذاری در یک کسب و کار آنلاین اختصاص داد. طی 5 سال این سرمایه‌گذاری کوچیک تبدیل به درآمد قابل توجهی شد که زندگی اون رو کاملاً تغییر داد. سرمایه‌گذاری هوشمند. سرمایه‌گذاری تنها برای پول نیست، بلکه برای ایجاد آزادی و امکانات بیشتر توی زندگیه. ویتالی تاکید میکنه هیچ سرمایه‌گذاری بدون دانش و برنامه موفق نمیشه. گام‌های مهم سرمایه‌گذاری: 1. شناخت کامل از حوزه سرمایه‌گذاری. 2. شروع با سرمایه کوچیک و کنترل ریسک. 3. تمرکز بر یادگیری و رشد شخصی همزمان با سرمایه‌گذاری. مثال: یک کارآفرین در زمینه فروش آنلاین ابتدا با مبلغ کمی شروع کرد و با تمرکز روی یادگیری دیجیتال مارکتینگ تونست کسب و کار خودش رو گسترش بده و در نهایت درآمد سالانش به چند برابر رسید. روانشناسی موفقیت مالی. ذهن ثروتمند همیشه فرصت‌ها رو می‌بینه، نه موانع. افرادی که ذهنیت فقیر دارن حتی با پول زیاد بازم احساس کمبود میکنن. نویسنده میگه پول مثل انرژیه، وقتی درست هدایت بشه رشد میکنه. ثروت واقعی با مدیریت هوشمند و سرمایه‌گذاری آگاهانه و ذهنیت مثبت ساخته میشه. پول فقط یه وسیله‌ایه که تو استادشی. هنر جذب و حفظ ثروت و جمع‌بندی نهایی. جذب ثروت. نویسنده معتقده که جذب ثروت بیشتر از هر چیزی به انرژی و ذهنیت تو وابسته است. ذهن ثروتمند همیشه فرصت‌ها رو می‌بینه، نه مشکلات رسیدن به ثروت رو. باید باور داشته باشی که پول برای تو و در مسیر خدمت به دیگران جریان داره. جذب ثروت بدون اقدام و مسئولیت پذیری ممکن نیست. ذهن و عملکرد باید همزمان فعال باشند. یکی از شاگردای ویتالی با تغییر ذهنیتش و دیدن فرصت‌ها در زندگی روزمره تونست کسب و کار کوچیکی راه اندازی کنه و با استمرار و یادگیری اون کسب و کار طی چند سال به یک شرکت موفق و پایدار تبدیل شد. داشتن پول کافی فقط نصف مسیره، بلکه حفظ و رشد اون مهمتره. با برنامه ریزی مالی بلند مدت، سرمایه گذاری هوشمند و مدیریت ریسک، پسنداز منظم، آموزش و یادگیری مستمر. یکی از دانش آموخته های ویتالی بعد از کسب و کار خوبش همه پولاشو خرج نکرد، بلکه با سرمایه گذاری هوشمند و یادگیری مستمر ثروت خودشو طی سالها چند برابر کرد و حفظش کرد. پیام نهایی: پول ابزار نه هدف. ذهنیت مثبت،
مسئولیت پذیری کامل و اقدام هوشمندانه 3 ستون اصلی موفقیت مالی هستند. ثروت واقعی فقط عدد روی حساب بانکی تو نیست، ترکیبی از آرامش ذهن، اعتماد به نفس و خلاقیت در زندگیه. هر قدم کوچیک حتی به ظاهر کم اثر به جریان مثبت زندگی مالی و شخصی تو انرژی میده. داشتن ثروت نه تنها مقصد نیست، بلکه فقط یه مسیر آگاهی، مسئولیت و اقدام پیوسته. وقتی ذهن و قلبت با باورهای مثبت و اقدام مستمر همسو بشن، جریان پول و فرصتها به سمت تو روان میشه. هر روز یک قدم بردار، حتی اگه کوچیک، و خودت میبینی که از جادوگر پول تبدیل به استاد ثروت میشی. اگه شما هم تجربه یا پیشنهادی در مورد این کتاب دارین، خوشحال میشیم برامون کامنت کنین. و اگه از این کتاب صوتی خوشتون اومد، حتما نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. و اگه کتاب خاصی هم مد نظرتون بود، اسمش و نویسندش رو بگید تا خلاصه کاملش رو براتون آماده کنیم. ثروت واقعی در ذهن و قلب تو جریان دارد. هر قدم کوچک تو در مسیر آگاهی دریچه‌ای به دریای بیپایان فرصت‌ها می‌گشاید. هر قطره تلاش موجی در اقیانوس زندگی می‌سازد و در نهایت جریان ثروت و برکت راه خود را به سوی تو خواهد یافت. تا یک کتاب خوب دیگه، آگاهیتون مستدام. کانال یوتیوب روزی یک کتاب.